بکردم تکیه بر ذات کمالش گفته بسم الله. منور گشت عالم از چراغ نور بسم الله. به نام آن خداوند کریم پاک و دنیا ساز، پیش از آغاز آرزوها بگویم باز بسم الله. چو بسم الله الرحمن الرحیم آغاز هر کار است، از اول تا به آخر بهر اجرایش خدا یار است. دوستان عزیز، مهمانان بالامقام، توی امشب را به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان حسن آغاز بخشیده و دست پیشی بر کرده میگوییم به تو از برگ گل لاله سلام، ز مه و اختر و از حاله سلام. خبرت نیست اگر از دل ما، به تو از درد دل لاله سلام. عمر ما رفت ولی عشق نرفت، به تو از عشق 200 ساله سلام. هرگاه آتش دل رو بزند، به تو از تندر و از ژاله سلام. این سلام نامه ز ما پیغام است، شکر به شکوه و به ناله سلام. سلام عرض میکنیم دوستان عزیز به هر یکی شما و قدم های رنجاننده شما را بر این کاشانه پرمهر و محبت از نام اهل و عائله نورفا خیر مقدم نور دیده تاج بر سر میگوییم. مرحمت داماد عروس نازنین به تخت شانه خود به حضور نشست کنین. این همه بزم واضح فقط و فقط به خاطر شماست. و دوستان عزیز، نگفته نماند شاه داماد نازنین ما بختاور جان همراه گل عروسی محجبینش دلنازبانو نخستین قدم‌هاشان در شاهراه زندگی می‌گذارند. از این رو صدقاً تبریک و مبارکبادشان می‌نماییم. آرزو می‌کنیم بگذار زورق عشق و محبت شما بشکست به ساحل مراد برسد. و دوستان عزیز، امروز این بزم عاشقانه را، این بزم جمشیدی را هنرمند شناخته ما و شما که با بهترین سرود و ترانه‌های دلنشینش در دل و دیده هر یک ما و شما مسکن گرفته است، کارمند انسامبل فلک کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خدایداد رحیم این بزم عاشقانه را حسن آغاز می‌بخشند. میگویم آهنگ و طرب خیزد از این در و این خانه، دل چور شود با دل پیمانه به پیمانه. بیگانه و یار اینجا صدخیش و تبار اینجاست، گویا که به یک خوشه جمعا همه چنگانه. این جای نمیبینی سردی و غمگینی، شادی نرود ای کاش ای کاش ای کاش از این در و این خانه. مبارک شود.